اگه پیام دادی و سین شد ولی جوابی نگرفتی، یا اگه جواب دادن سرد و کوتاه برای از سر باز کردن بود، لطفاً بهونه الکی هم نیار که شاید سرش شلوغه، شاید ندیده، شاید نوتیفش بسته بوده. نه، اتفاقاً دید، خوبم دید، نوتیفش هم باز بود، ولی انتخاب کرد که جواب نده. میدونی چرا؟ جواب خیلی ساده است. چون پیامت هیچ ارزشی نداشت. حقیقت تلخه ولی باید بدونی تا بیدار شی رفیق. حقیقت اینه که توی دنیای امروز آدم‌ها حتی حوصله خودشون هم ندارن. هیچکس وظیفه نداره به پیام تو جواب بده، مگه اینکه پیامت اونقدر قوی و متفاوت باشه که نتونه جواب نده. ببین رفیق، مشکل از قیافه تو نیست، مشکل از پول توی جیب تو هم نیست، مشکل فقط و فقط از مدل پیام دادنته که مثل 99% آدمای معمولی تکراریه، خسته کننده، پر از نیازه. 99% آدما می‌نویسن سلام خوبی؟ وقتی تو هم بنویسی سلام خوبی، خب محکومی به باخت. چرا باید بین اون همه آدم تو رو انتخاب کنه؟ اما ما اینجاییم که کنار همدیگه این چرخه رو بشکنیم. ما تو این کانال یاد میگیریم که چطور قوانین بازی رو به نفع خودمون تغییر بدیم. توی این ویدیو هم میخوام بهت یه باگ روانی یاد بده. یه فرمول 4 کلمه‌ای که مستقیما روی ناخودآگاه طرف مقابل اثر میذاره. یه جوری که اگه جواب نده ذهنش ناآروم و درگیر میمونه. اگه میخوای یه بار برای همیشه یاد بگیری چطور شکارچی باشی نه شکار، تا آخر این ویدیو همراه ما باش. قبل از اینکه اون تکنیک رو بهت بگم، باید اول ریشه شکستات رو ببینیم چی بوده. بیا مثل شطرنج باز به این قضیه نگاه کن رفیق. اون آدمی که میخوای جذبش کنی احتمالاً آدم جذابیه که انتخابش کردی. خب یه آدم جذاب روزانه چند تا پیام دریافت کنه؟ 10 تا، 20 تا، 30 تا، شاید 50 تا. حالا بیا ببینیم تو این پیام‌ها چیا نوشته شده. سلام، وقت بخیر. چقدر عکس قشنگه. میشه با هم آشنا بشیم؟ همه کپیه همه از دم تکراری. وقتی تو هم یه پیام شبیه اینا میفرستی، مغز اون آدم تو رو خودکار میندازه توی دست آدمای معمولی و نیازمند. و قانون نانوشته توی روابط میگه که هیچ کس عاشق آدم نیازمند نمیشه. بذار یه راز دیگر رو بهت بگم رفیق. آدم‌ها تشنه توجهن، درسته. اما تشنه چه نوع توجهی؟ وقتی می‌نویسی خیلی زیبایی، داری به چیزی توجه می‌کنی که خدا بهش داده، نه چیزی که خودش به دست آورده. این نوع توجه سطحی و ارزونه، چون همه از این مدل حرفا دارن بهش میزنن. وقتی چیزی رو میدی که همه دارن میدن، ارزشت هم میشه مثل بقیه. پس باید چیکار کنی؟ به جای اینکه ظاهرش رو تایید کنی، انتخاباش رو تایید کن. به جای اینکه به چشماش توجه کنی، به سلیقش توجه کن. تو باید عمیق‌ترین نوع توجه رو بهش بدی. توجهی که میگه من صورت تو ندیدم، من ذهن تو دیدم، من دارم سلیقت رو میبینم. اینجاست که ورق برمیگرده. تو دیگه گدا نیستی که دنبال نگاهش باشی. تو یه کاشفی که داره ارزشاشو کشف میکنه. و آدم عاشق کسی میشن که واقعا داره اونا رو میبینه، نه کسی که فقط نگاهشو میکنه. خب سوال اینه، باید چیکار کنیم حالا؟ باید پیامی بفرستی که نشون بده دقیق دیدیش. چجوری؟ با به چالش کشیدنش. برای اینکه بتونی کسی رو به چالش بکشی، اول باید اصلت پر باشه. نمیتونی همینجور چشم بسته شلیک کنی. اول باید هدف بگیری. از امروز قبل از اینکه دکمه ارسال مسیج رو بزنی، 30 ثانیه وقت بذار پروفایلش رو، پیجش رو اسکن کن. همین 30 ثانیه سرنوشت اون مکالمه رو قرار تعیین کنه. باید دنبالش چی بگردی؟ دنبال عکسای صورت و اندام؟ نه. اون خودش میدونه خوشگله. به جز خودش 1000 نفر دیگه هم بهش گفتن که تو خوشگلی. تو باید دنبال چیزایی بگردی که اون دوست داره بابتش تایید بشه، ولی کمتر کسی بهش توجه کرده. خب بذار با چند تا مثال
این موضوع رو بهتر تو ذهنت جا بندازم رفیق. برو استوری‌هاشو، پستاشو ببین. اگه همش از کتاب و فیلم‌های خاص و تئاتر عکس میذاره، اون میخواد ثابت کنه که فقط خوشگل نیست و در کنارش طرز فکر مخصوص خودش هم داره. برو پست‌ها و کپشناشو بخون. اگه متن‌های ادبی و طولانی می‌نویسه، میخواد بگه من شخصیتم عمیقه. برو هایلایتاشو چک کن. اگه از کافه های لوکس، غذاهای خاص عکس میذاره، میخواد بگه من سلیقه‌ام خاصه. تو هم باید دست بذاری رو همین چیزایی که میخواد بگه. باید همینا رو نشونه بگیری. وقتی دست میذاری رو چیزی که براش مهمه، گاردش باز میشه. احساس میکنه تو تنها کسی هستی که واقعا داری میبینیش. وقتی اطلاعاتت کامل شد و فهمیدی نقطه ضعفش هوشش و سلیقه‌شه، حالا نوبت اون فرمول 4 کلمه‌ای میرسه. اینجای ویدیو رو با دقت 2 برابر گوش کن، چون اینجاست که جادو اتفاق میفته. فرمول اینه: به جای سوال پرسیدن و تعریف کردن الکی، باید شرط بندی کنی. این 4 کلمه رو حفظ کن. من شرط بستم که. من شرط بستم که. چرا این جمله معجزه میکنه؟ چون ذات انسان عاشق ثابت کردن خودشه. وقتی میگیم شرط بستم، یک کلید توی مغزش فعال میشه. مغزش ناخودآگاه میخواد ثابت کنه که برنده میشه یا بازنده. بیا با هم دیگه 3 تا سناریوی کاملا واقعی رو بررسی کنیم. سناریوی اول: وقتی از کافه یا غذا استوری میذاره، پیامی که بقیه میدن: نوشی جان اونجا کجاست؟ این یعنی تو یه آدم معمولی که فقط دنبال آدرسه. ولی مدلی که از این به بعد ما پیام میدیم: مینا، سر شرط بستم این کافه رو فقط به خاطر دکور قشنگش رفتی و قواش مزه آب میده. درسته باختم. دقت کردی چیکار کردیم؟ اول اسمش رو صدا زدیم و کمی صمیمیت ایجاد کردیم. دوم، سلیقه‌ش رو قلقلک دادیم و به چالش کشیدیم. سوم، با گفتن سر شرط بستم یه بازی رو انداختیم. اون 100% جواب میده که نه اتفاقا قبش خیلی عالی بود، یا وای دقیقاً از کجا فهمیدیم. خب بریم سراغ یه مثال دیگه. وقتی عکس و کتاب و فیلم میذاره، نگو چه کتاب قشنگی. او سر شرط بستم که این کتابو فقط واسه شست روشنفکری خریدی و تا الان حتی 10 صفحه‌ش هم نخوندی. اعتراف کن که دارم درست میگم. این پیام نشون میده که تو یه فرد باهوش و شوخ‌طبع. از اون مهمتر، نمیترسی که سر به سرش بذاری. بریم سراغ یه مثال دیگه. عکس باشگاه زیاد میذاره. بگو سر شرط بستم تو باشگاه بیشتر از این که وزنه بزنی، جلو آینه داری عکس میگیری. بگو که دارم اشتباه میکنم. توی همه این نوع پیاما تو داری باهاش شوخی قدرتمند میکنی. تو دیگه یه حول نیستی که از اون پایین‌تر باشه. تو هم سطح اونی یا حتی بالاتر. خب به تبریک میگم. گفت باز شد و اون جواب داد. اما صبر کن. بازی هنوز تموم نشده. اینجا دقیقاً جاییه که خیلی خراب میکنن. چون تا جواب میگیرن ذوق زده میشن و سری مینویسن مرسی که جواب دادی، میشه بیشتر آشنا بشیم. به هیچ وجه این کارو نکن. اگه اینو بگی تمام قدرتی که تو پیامی که نوشتی رو میریزی تو آشغالی. وقتی جواب داد نباید وا بدی. تو باید تایید قطع شکانی انجام بدی. مثلا اگه گفت نه اتفاقا قوش عالی بود، تو بگو پس سلیقه‌ت خوبه، یه امتیاز مثبت گرفتی. دقت کردی چی گفتم؟ گفتم یه امتیاز مثبت گرفتی. یعنی تو داوری. یعنی تو کسی هستی که نمره رو میدی. این یعنی حفظ چارچوب قدرت. تا زمانی که اون حس کنه باید خودش رو به تو ثابت کنه، دنبالت میاد. این یعنی راز جذابیت رفیق. ارتباط گرفتن شانسی نیست. یه مهندسی دقیقه. چیزی که امروز یاد گرفتی فقط کلید در ورودی بود. اما سوال اصلی اینجاست: وقتی وارد شدی چی بگی که بحث ادامه پیدا کنه؟ چیکار کنی که خودش شماره‌شو بده؟ چطور توی چت کاری کنی که بهت وابسته بشه؟ توی ویدیوی بعدی میخوام راز تکنیک مکالمه بی پایان رو بهت یاد بدم. رازی که باعث میشه توی چت یه مخدر تبدیل بشی. پس اگه نمیخوای ویدیو بعدی رو از دست بدی رفیق، همین الان کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن. خیلی مخلصه.